آقای احمد بوریس به برنامه ما خوش آمدید. لطفاً میگفتید شما از سازمان مرکز مطالعات راهبردی افغانستان و آسیای مرکزی و آسیای مرکزی از اکسفورد بریتانیا نمایندگی میکنید و این چی سازمان است و چی هدف ها دارد؟ مرکز مطالعات راهبردی افغانستان و آسیای مرکزی سال 2020 تأسیس شده. در اونجا هدف این سازمان این است که ما بتانیم روابط افغانستان را با آسیای مرکزی از نظر علمی تحقیق کنیم. خصوصا ما روابط دو جانبه را با کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای همسایه افغانستان و بررسی گرفتیم. همچنان مرکز ما در سالهای گذشته به علاوه روابط سیاسی کشورهای افغانستان با آسیای مرکزی را که به بررسی گرفت، 4-5 برنامه در قسمت آبهای افغانستان ما داشتیم، از جمله اشتراکات آبی افغانستان با ایران، اشتراکات آبی افغانستان با پاکستان و همچنین رژیم حقوقی آبهای افغانستان را با جمعی از دانشمندای این عرصه ما صحبت کردیم. در نظر داریم که با کشورهای مثل تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان و سایر همسایه های ما که اشتراکات آبی داریم برنامه داشته باشیم. و متاسفانه به دلیل دست نیافتن به متخصصین هنوز این برنامه برگزار نشده. و اخیراً شما در دانشگاه ملی تاجیکستان یک محفل برگزار کرده، اونجا درس میگفتید. اگر اشتباه نکنم این درس در رابطه با خطرهای و چالش‌های امنیتی از افغانستان به تاجیکستان بود و چرا مقامات نگذاشتند که خبرنگاران در آن حضور داشته باشند و این محفل را بازتاب دهند؟ بله، من تایید میکنم که این کنفرانس اونجا برگزار شد. احتمال گسترش بنیادگرایی از افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی در موردش بحث شد، سوال و جواب شد، پنالیست هایی که بودن صحبت کردن. اما بحث دیگه را که چرا مقامات نگذاشتن این را از خودشان بپرسین دیگه، من نمیدانم چرا نگذاشتن. حالا برخی از جوانان را در تاجیکستان غایه های طالب‌ها و گروه های افراطی به خود جلب میکنند. سوال این است که چرا چیزی که جوانان را به طرف خود شوق میدهد چیست و سبب اون چیست که اینجوری میشود؟ بسیار سوال مهم است. من فکر میکنم این سوال نیازمندی است که آدم یک کنفرانس علیحده بگذاره که چرا ریشه های بنیادگرایی در آسیای مرکزی وجود داره. میتونه چند تا دلیل داشته باشه. دلیل اول این است که در 70 سال که کشورهای آسیای مرکزی تحت تاثیر شوروی سابق بود، اونا به شدت اسلام سنتی را سرکوب کردن. و مجردی که کشورهای آسیای مرکزی و استقلال دست یافتن، رشد اسلام به شکل اکتیو شروع به کار کرد. ریشه هایی که در این کشورها وجود داشت اینا دوباره شروع کردن، اکتیو شدن، فعال شدن. اما یک تو مشکلی که در حال حاضر از نظر من که پوینت دوم میتونه باشه او است که کشورهای آسیای مرکزی به دلیل اینکه اسلام سنتی، همون اسلام امام اعظم که اسلام اعتدالی هست، او را رشد بدن، سرکوب شدن اسلامگرایان در کشورهای آسیای مرکزی و این سرکوب زمینه را برای رشد اسلام بنیادگرا یا اسلام افراطی میتونه هموار کنن. اگر من پیشنهاد بدم، یک نقطه این است که باید اسلام سنتی را که اعتدالی هست اجازه فعالیت بدن و مانع نشوند تا جلوی اسلام افراطی گرفته شود. تشکر. و دیگر جبهه‌گیری افغانستانیان درباره طالب‌ها، شما میتونید بگویید که کیها اونجا و زیر کدام شعارها جمع میشوند و چی هدف‌هایی دارند؟ ببینید، افغانستان متاسفانه که سقوط کرد 4 تا عامل داره. 2 تا عاملش خود افغانستانی هستند، رهبران سیاسی ما و جریان‌های سیاسی، یعنی احزاب منظورم است. 2 عامل دیگری سقوط افغانستان یا سقوط دموکراسی در افغانستان، امریکا و متحدینش که متحدین افغانستان بودن هستند و کشورهای همسایه. حالا ما برداشت من این است که افغانستان به 2 تا جبهه تقسیم شده، جبهه افراطگرایان و جبهه دموکراسی خواهان. بدبختی این است که جبهه افراطیگرایان به دلایل زیادی که من فکر میکنم از حقوق این بحث زیاد است، مورد حمایت کشورهای معین قرار گرفته.
به همین دلیل جبهه دموکراسی خواهی و اونهایی که میخواهند برگردن انتخابات برگزار بکنن و افغانستان نفس راحت بکشه و ثبات برسه و مردم تعیین کننده حاکمیتشون باشه، این جبهه هم ضعیف است، هم پراگنده است و هم نامتحد است متاسفانه. و به نظر شما با این وضعی که حالا در افغانستان حکم فرماست، طالبان تا چند سال دیگر میتوانند در سر قدرت باشند؟ افغانستان یک کشور استثنایی هست. در مورد افغانستان پیش بینی کردن خیلی دشوار است. به گمان من اساساً طالبان برای دولتداری ساخته نشدن، ظرفیت دولتداری ندارن. خصوصاً با وجودی که ما بارها گفتیم طالبان را نماینده پشتونهای افغانستان نمیدانم، ولی اکثریتی بیشتر از 95% کرسی ها در دست ملاهای پشتو زبان هستند که هیچ تحصیل یافته پشتو زبان را شما در میانشان نمیابین. 4-5 کرسی هم که به غیر پشتونا دادن، اینا هم ملا هستند. به قول یکی از دوستان ما، اینا دارن نظام ملا شاهی را در افغانستان تجربه میکنن که در جهان هیچ سابقه نداره که شما یک دولتی داشته باشین که همش ملا باشه، از وزیر خارجه تا وزیر امنیت تا وزیر دفاع تا وزیر سپورت تا همه. این در جهان امروز رایج است که اگر همش نتونن یک تعداد زیاد متخصصین را به دولت میگمارن. این که طالبان تا چه وقت دوام میارن، برداشت عمومی همه کارشناسا افغانستان و بیرونی متحدانه این است که طالبان یک پروژه کوتاه مدت است. اما این که این بحران چقدر وقت ادامه پیدا میکنه در منطقه ما، کشورهایی که پشت طالبان هستند و پشت جبهه دموکراسی، اینا چقدر با هم درگیر هستند. وقت اقامت طالبان در قدرت یا در افغانستان بستگی با تعاملات کلان جهانی داره. در حال حاضر یک جبهه کلان هست که خواهان حفظ وضعیت فعلی هستند. این نمیخواهند که با طالبان درگیری شود. بارها شعار میدن که باید تعامل صورت بگیرد. بعدم در جلساتی که ما با اینا نشستیم گفتیم حالا شما یک تعریفی از تعامل بدین. همین تعاملی را که شما منظورتان هست چی هست؟ تعاملی را که مردم افغانستان انتظار دارن، اون تعاملی هست که حقوق اساسی مردم افغانستان، حقوق زنان، حقوق بشر، اینها تامین شود. ولی طالبان اینا رو به رسمیت نمیشناسن. ما اگه واضح تر صحبت بکنم، در یک طرف جبهه کلان جهانی آمریکا نشسته و در یک طرف دیگه هم چین. اکثر کارشناسا به این باورند که حفظ بی‌ثباتی در افغانستان به نوعی از جبهه مخالف چین رهبری می شود و می خواهند در این منطقه ثبات حکم فرما نشود تا بتانند جاهای اگر لازم باشه فشار لازم را به چین در قدم اول و به دیگر حریفاشان وارد بکنند. ما فکر میکنم برای طالبان یک نقطه دیگه بسیار دشوار است که حضور بیشتر از 22 گروه دهشت افغان در افغانستان تحت بیرق اینا فعالیت میکنند. آیا ضمانتی وجود دارد که طالبان افغانستان، القاعده و TTP و انصارالله تاجیکستان و امارت اسلامی قرقیزستان و حزب نهضت اسلامی ازبکستان و ترکستان شرقی چین را کنترل کنه؟ که از نظر من ناممکن است. دیر یا زود ما فکر میکنم یکی از این گروه ها حتما بیرون میشوند از افغانستان، مثل که بیرون شدن به تاجیکستان حمله کردن و جای دیگه. جندالله ایران از یادم رفت، جندالله ایران و بلوچ های جدای طلب پاکستان همه گروه های هستند که در اینجا هستند و همه اینها حامیان دارن، حامیان جهانی دارن. برای همین من فکر میکنم بارها گفته میره افغانستان مانند یک بم هیدروژنی میمانه. این که چی وقت انفجار میکنه بستگی به تعاملات کلان جهانی داره و بستگی به این داره که اونهایی که پشت سر این شطرنج بازی در جهان نشستن چی میخوان. یعنی طالبان یک گروه نیابتی یا پراکسی هستند، از او بیشتر ارزش ندارن که ما نگران باشیم که طالبان در افغانستان دائمی میمونن. ولی نقطه دیگه هم این است که افغانستان و بسیار کشورهای آسیای مرکزی میزبان بنیادگرایان مذهبی بودند به دلایل زیاد. این به گمان ما زمینه میده برای طالبان که اگر اینا درست حرکت کنن یه مقدار بیشتر بانند در صحنه. و آقای بوریس،
شما آینده جبهه مقاومت در افغانستان را چگونه میبینید و چی عامل‌های هستند برای توسعه فعالیت آنها و چی مانع‌ها وجود دارند در راه پیشرفت آنها؟ اما قسمی که بیشتر خدمت شما گفتم، جهان، اونایی که بازیگر اصلی هستن، خواهان حفظ وضعیت فعلی هستن و میگن ما از هیچ نوع جنگی در افغانستان حمایت نمیکنیم. این یک نقطه. نقطه دوم، کشورهای منطقه ما هستند که به نوعی هم با طالبان رابطه دارن، هم با جبهه مقاومت ملی همکاری میکنن. منظورتون کیا؟ منظور من روسیه و ایران هست. اینا در این اواخر سیاستشون دو پهلو شده. در پهلو این که با طالبان تعامل دارن، سفیر طالبان رو پذیرفتن و طالبان رو به رسمیت نمیشناسن، همزمان با جبهه مقاومت ملی هم رابطه ایجاد کردن. فهمیدن که طالبان گروهی نیست که بشود دائمی بالاشون اعتماد کرد. و نقطه اساسی تر این است که طالبان خودشان بیشتر از هر کشور خارجی فکر میکنم آسیب میرسانند به خودشان. در تفاهم نامه دوحه که 4 بند اساسی داره، یک بندش یا 2 بندش که عملی نشده ایجاد حکومت همشمول هست. اون سند معتبری است که میتونه طالبان را به دادگاه جهانی یا به ملل متحد بکشونه. اما در شرایط فعلی این که چرا آمریکایی‌ها طرف این توافق نامه هستند، سکوت هستند، بعد خودشان جواب بدن. عامل دوم قطع رابطه طالبان با بنیادگرایان دیگر، یعنی خبرنگاران خارجی افراطیان هستند که این هم عملی نشده. خصوصا کشته شدن رهبر القاعده در افغانستان دال بر این است که هنوز هم و گزارشات مستقل که سازمان‌های ملل متحد، خبرنگاران مستقل ارائه میتن، هنوز هم اینا میزبان بیشتر از 22 گروه تروریستی هستند. با این دلایل ما فکر میکنم که زمینه پیدا میکنه چند جبهه مقاومت ملی داریم که اینها و جمع ناراضی بودن روزمره مردم در آینده زمینه بیشتر پیدا بکنن برای مانور علیه طالبان. یک سوال دیگر دارم. شما آگاهی دارید از سرنوشت گلمراد حلیموف که یک زمان یکی از راهبرای پلیس تاجیکستان بود و حالا تا جای اطلاع رسانه‌ای می شود در ولایت بدخشان افغانستان سنگر گرفته. و شما میتونید بگویید که چرا محض ولایت بدخشان را جنگیان خارجی در افغانستان مقر فعالیت‌های خود قرار دادند؟ خب ولایت بدخشان چند تا خصوصیت داره. یک تا خصوصیت اولش هم است که این ولایت کوهستانی و صعب العبور است، میتونه پایگاه‌های امنی برای نیروهای شورشگر باشه. 2، بدخشان با چند کشور مرز مشترک داره، پاکستان، چین، تاجیکستان، با قرقیزستان هم یک جورایی. این خصوصیت سومی را که خدمت شما گفتم. و همچنین در گذشته های 20 سال دموکراسی هم گروه های تندروی مثل ترکستان شرقی، طالبانی که الان در صحنه هستند، اینا در افغانستان، در بدخشان بعد از سالهای 2010 فعالیت چشمگیر داشتن. شاید هم عوامل دیگی هست که رسانه‌ای نشده. ما فکر میکنم خصوصا همسایگی بدخشان با این چند کشور میتونه یک بازی چند جانبه در دست بازیگران جهان باشه. خصوصا بحث آقای گلمراد که شما مطرح کردین، باید حکومت تاجیکستان این دقیق بدانه که به علاوه آقای گلمراد یک تعداد زیادی دیگه از انصارالله تاجیکستان که میگن اخیراً اسمشان را امارت اسلامی تاجیکستان گذاشتن، اونجا فعال هستن، از سالیان سال زبان مشترک دارن با مردم و به سادگی، خصوصا در زمستان ها که هیچ مرزی وجود نداره، دریا که وقتی همه یخ زد همه جا راه هست، میتونن بیان و تاجیکستان را ناامن بسازن. و ما فکر میکنم دلیل دیگه هم میتونه سیاست های روشن رئیس جمهور امام علی رحمان باشه. ایشان یگانه رهبری هستند که تا اکنون در موقف حمایت از مردم افغانستان و مخالفت با طالبان استادند. و همون قسمی که گفتم شاید هم عوامل دیگه است که هنوز ما نمیدانیم. و فکر میکنید چه عامل‌هایی میتواند طالبان را برای مذاکرات گفته شنید با گروه‌های مخالف
وادار سازد تا همان حکومت همشمول و طلبهای دیگر جامعه جهانی اجرا گردد؟ در حال حاضر که هم جهان خواهان این گفتگوها نیستند، خصوصا به رهبران گذشته افغانستان فکر میکنند که اینها رهبران بودند که ناکام ماندند و هم طالبان خود را در یک پیروزی کاذب میدانند، در حالی که همه کارشناسای افغانستان و جهان معتقدند که طالبان از راه جنگ به افغانستان نیامده و نه او یک سازشی پشت پرده بوده که اینا در 2 هفته تانستن تمام افغانستان. سازش با کی؟ سازش با کسانی که بازیگر اصلی بودن، خصوصا نشانه ها زیادتر به طرف آمریکا هست که میگن آمریکایی ها به نوع پشت پرده گفتگوهای سازش دوحه یک سازشی هم داشت که یک دولت همه شمول بسازه و در پایان طالبان با تعهدشان باقی نماندن، آمدن قدرت را گرفتن و رئیس جمهور افغانستان را هم همکاری نکرد آقای اشرف غنی و فرار کرد. اینا زمینه شد که طالبان احساس کنند که به قول خودشان همه جا را به زور گرفتن و جهان را شکست دادن. الان هم میگن در رسانه‌ها که ما 40 کشور را شکست دادیم. این غرور کاذب باعث شده که اینا آماده صحبت و مذاکره با مخالفین نباشن. ما فکر میکنم جهان هم خواهان حفظ وضعیت فعلی هست و دلیل پراگندگی حوزه ضد طالبان. اینا بسیار پراگنده هستن. اگر اینا در یک جبهه واحد جمع میشدن و میتونستن یک قسمت جغرافی افغانستان را کنترل بکنن، و زمان هم جهان هم طالبان آماده گفتگو برای یک حکومت همشمول میشن. در حال حاضر فکر میکنم کاملا طالبان رد میکنن. و لطفا میگفتید آقای باریس فعلا به تاجیکستان چی خطرهای عمده از افغانستان تهدید میکنند؟ همه میگوین خود رئیس جمهوری تاجیکستان و کارشناسان که تهدیدها خیلی زیاد و سختن، ولی دقیقا شما چی تهدیدهای را نامبر کرده میتوانید؟ مهمترین تهدید میتونه همین تجمع 22 گروه بنیادگری باشه که اینا امکانات مالی دارن، امکانات نظامی دارن و کسانی هم در دنیا شاید باشه که به خاطر منافعشان ارزانترین نیرو همین نیروهای نیابتی را میدانن، خصوصا نیروهای مذهبی را. حالا نیروهای نیابتی میتونه غیر مذهبی هم باشه، ولی در افغانستان همه اینا اکثرشون مذهبی هستن، انگیزی بر جنگ دارن. خصوصا افراطی های تاجیک که در افغانستان هستن، اینا یک جمع زیادشان که شما اشاره کردین در صف داعش بودن. اینا عقدمند هستند در برابر سیاست های امام علی رحمان. اینها همه باعث می شود که یک خطر بالقوه تاجیکستان را تهدید کنه. جانب دیگه قضیه ای است که فکر میکنم که همه کشورهای همسایه ما به شمول تاجیکستان یک تعاملات اعلان ناشده هم با طالبان دارن. از جمله بحث برق هست که هنوزم برق را اینا میفروشن به طالبان. فکر میکنم رفت آمدها از لحاظ تجارتی از شیرخان بندر وجود داره و طالبان هم از لحاظ رسانه‌ای بارها میگن که ما اجازه نمیدیم که از افغانستان تهدید هیچ کشوری را تهدید کنه. ولی این گپ به دلیل قابل اعتماد نیست که این گروه های افراطی که اینا میزبان هستند از جاهای زیادی اگر نیاز شود از طالبان به خاطر اهداف خودشان اطاعت نخواهند کرد. و ببینید اخیراً وزیر کارهای خارجی روسیه سرگئی لاوروف ادعا داشت که گروه های افراطگرا در افغانستان هدف اصلیشان این غصب حاکمیت در کشورهای آسیای مرکزی می باشد. آیا واقعا این 22 گروه تندگرایی که شما گفتید چنین ظرفیت را دارند در دست که ضد ارتش 5 کشور شوروی و حتی روسیه توانند حاکمیت در این کشورها را غصب؟ جنگ‌های گوریلایی که این افراطی‌ها پیش میبرند این از لحاظ تعداد قابل مقایسه نیست. برای مثال در سرزمین‌های کوهستانی مانند تاجیکستان و ازبکستان 5 تا گروه گوریلایی وارد شود در 5 نقطه. هر روز 5 آدم را بکشن، میشه 25 نفر در یک کشوری باثبات میتونه همه چیز را بر هم بزنه. از این لحاظ
از لحاظ دیگر هدف حفظ وضعیت و حفظ بحران هست در افغانستان که با دو صورت روسیه و کشورهای همپیمانش در آسیای مرکزی هدف اول نیستند. اینا شاید هدف دوم سوم باشن. هدف اول چین هست. چین رقیب اصلی آمریکاست، نه روسیه. و اگر در یک تعاملات کلان جهانی ما وضعیت را بررسی کنیم، حفظ بحران در افغانستان علیه چین است. شاید کشورهای آسیای مرکزی، جنگ اوکراین، روسیه اهداف بعدی باشه. من فکر میکنم چینی های را خوب میدانند که در جنگ اوکراین بسیار وارد نشدن و همچنان تلاش میکنند که در تایوان هم درگیری نظامی صورت نگیره، چون چینی ها هدفمندانه پیش میروند در جهان که قدرت اول اقتصادی شوند. هر زمان اگر اینا به هدف خود برسن که میگن خیلی نزدیک هستن، او زمان باز میتونن گام بعدیشان را قدرت اول نظامی جهان بگذارن. در حال حاضر هم قدرت نظامی اول هم قدرت اقتصادی اول جهان آمریکا هست و خیلی از تحلیلگران عرصه روابط بین الملل به این موضوع فکر میکنن که پشت بحران‌های منطقه باید بازیگران اصلی جهان باشن. و آقای باریز ببینید اخیراً طالبان اعلان داشتن که مرحله اول کانال قوشتپه، یعنی گرفتن آب رودخانه آمو به قلمرو افغانستان را انجام دادن و مقدار از آب این رودخانه به سمت افغانستان جاری شد و این اطلاع میان رهبران کشورهای آسیا مرکزی یک واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشت و در نشست اخیر رهبران صندوق نجات آرال در دوشنبه رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزیوف ادعا داشت که باید جانب افغانستان به چارچوب مذاکرات آبی منطقه جلب کرده شود. یعنی ترکمنستان و ازبکستان نگرانند که برایشان از آب این رودخانه مقدار کمی میماند و حالا ما صحبت‌هایی که داشتیم صحبت‌های غیر رسمی البته، ولی خبر شد که گویا مقامات ازبکستان و ترکمنستان به تاجیکستان حتی پیشنهاد کردند که یک کانال نوی از رودخانه آمو به سمت ازبکستان و ترکمنستان با عبور از قلمرو تاجیکستان بنیاد کرده شود. در مجموع فکر میکنید این همه تنش‌های کشورها برای منابع آبی چی پیامدهایی داشته میتواند، از جمله برای تاجیکستان؟ ببینید دریای آمو یک مرز مشترک هست میان افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی. در گذشته ها من یک جای خواندم که زمان شوروی سابق چند جلسه در امور دریای آمو شده، اصلا افغانستان را هیچ کسی دعوت نکرده. در مدت یک قرن و بیشتر از این هم از زمانی که این دریا وجود داره از آب این دریا کشورهای پایان آب بیشترین استفاده را کردن. اما واقعیت قضیه چی است که سرآب دریای آمو تاجیکستان و افغانستان هستند. میگن حدود 28 تا 30% آب دریای آمو از کوهپایه‌های افغانستان سرازیر میشه و بقیه‌اش هم از تاجیکستان. قوانین جهانی در مورد آب برای کشورهای سرآب حق ویژه قائل هست و بحث کانال قوشتپه را ما نباید به طالبان ربط بدیم. این پروژه سردار محمد داود خان اولین رئیس جمهوری افغانستان است که عملی نشده بود و این پروژه طراحیش و به اصطلاح کار مهندسیش در زمان آقای کرزی و اشرف غنی صورت گرفت. این که طالبان آمدن شروع کردن، ما این را نباید یک پروژه طالبانی بدانیم، پروژه افغانستانی را بدانیم و دوستان ما همسایه‌های ما حق دارن نگران باشن از خود طالبان، نه از پروژه قوشتپه. پروژه قوشتپه ما از یکی کارشناسای آب خواندم کمتر از 8% آب دریای آمو را میتونه ظرفیت داشته باشه، در حالی که ما 27% یا 30% منبع آب هستیم. ولی روی هم رفته
ما به عنوان یک آدم بی‌طرف پیشنهادم به کشورهای همسایه ما این هست که ما هیچ نوع اختلاف حقوقی جدی نداریم. قانون جهانی آب میتونه مسیرهایی را برای ما نشان بده که هم حق کشورهای پایان آب هم حق کشورهای سرآب رعایت شود بدون تنش. در حال حاضر که کشورهای آسیای مرکزی هم طالبان را به رسمیت نمیشناسن، فکر میکنم هر نوع تعاملی هم باشه غیر رسمی هست که نمیتونه مکتوب و قانونمند باشه برای آینده ها. ولی ما امیدوار هستم که افغانستان هم از بی سرنوشتی خلاص شود، ما یک حکومت باثبات داشته باشیم با کشورهای آسیای مرکزی در مورد رژیم حقوقی آبهای مشترک ما خصوصا دریای آمو به توافق بدون تنش برسیم، مثل که ما با ایران به توافق رسیدیم اما با پاکستان هنوز توافق نامه نداریم. اما اصلا به عنوان یک افغانستانی خواهان تنش در مورد آبها با هیچ کشوری نیست. می‌خواهیم که رژیم حقوقی آبها رعایت شود و هر کشور مطابق حقش به حق خود برسد. شما گفتید جانبداری تنشان نیستید، ولی چنین احتمال وجود دارد که میان کشورهای منطقه و افغانستان طالبانی یک برخوردی نظامی هم صورت بگیرد در این زمینه؟ طبیعتا شما وقتی که یک کشور را به رسمیت نشناسین، مثلا برای مثال تاجیکستان و ازبکستان، دو کشور همسایه ما که بیشترین اشتراکات را ما اینا داریم، زبانی، مذهبی، فرهنگی و در گذشته دور هم در یک حوزه تمدنی مشترک بودیم. اگر تعاملاتی دارن غیر رسمی است، طالب را به رسمیت نمیشناسن و میدانند که طالب گروه های افراطگر که از این کشورها هستند میزبان هست. ما بگوییم نگیم این تنش وجود دارد، اما در این شرایطی که طالب میزبان این گروه های ضد دولتی در آسیای مرکزی است، همزمان میآید یک پروژه ملی را میندازه که به نفع مردم افغانستان است. این خودش تنش‌زا هست، چون هیچ نوع تعاملی، هیچ نوع گفتگویی ندارد طالب با اینها. بنابراین ما فکر میکنم که کشورهای همسایه ما یک کمی اگر صبر داشته باشن تا افغانستان صاحب یک دولت شود و ما پیشنهادم، گرچند ما کارشناس آب نیستم، با کارشناسای آب زیاد کار کردیم و دوستان ما هستند، این خواهد بود که کارشناسای آب دو طرف بنشینن که حقوق آبها را بدانند، اشتراکات آبی را بدانند، بنشینن و صحبت بکنن. بدون تنش ما میتونیم به توافق برسیم. خیلی تشکر از صحبت شما. موفق باشین. خدا نگهدار. سلامت باشید.